سلام به شما. ما اعضای تیم ایرانی سوشال هستیم و امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به داستان شکلگیری آژانسمون. بله و البته مسیری که بنیانگذار ما محمد رضا رضاپور طی کرده. دقیقاً. منبعمون هم اطلاعاتیه که توی وبسایت خودمون هست. میخوایم ببینیم چی پشت این داستانه. هدف ما اینه که بفهمیم چطور، یعنی از یه دنیای دیگه مثل موسیقی و هنر یه نفر میرسه به کارآفرینی تو حوزه دیجیتال مارکتینگ. آره، این گزار خیلی جالبه. میخوایم ببینیم اون جرقه‌های اولیه چی بودن که طی شدن ایرانی سوشال. خب پس بیایم شروع کنیم. محمد رضا رضاپور متولد 27 فروردین 1374 تو تهرانه. درسته. نکته‌ای که اول کار تو منبعش اشاره شده اینه که مسیرش آکادمیک نبوده لزوماً. بیشتر انگار با تجربه و جسارت جلو رفته. دقیقاً، یعنی از همون اول دل به دریا زاده یه جورایی. آره، و ورودش به دنیای کار از 16 سالگی با موسیقی و آهنگسازی بوده. یکم شاید عجیب به نظر بیاد اولش. راستش آره، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم منطقی هم هست. شروع با هنر، اونم موسیقی هیپ هاپ. هیپ هاپ که خودش داستان سرایی و ریتم تو ذاتشه. همینطوره. و همکاریای اولیش هم جالبه. مثلا مشارکت تو ساخت اولین رکورد لیبل هیپ هاپ با آرش قیاسیان. آها، پس از نوجوانی توی یه کار جدی بوده. بله، یعنی صرفاً یه سرگرمی نبوده انگار. از همون موقع تو مدیریت و تولید پروژه‌هایی بوده که هدف داشتن. این مهمه. خب حالا این پرش از موسیقی به رسانه و مارکتینگ چطور اتفاق افتاد؟ این یعنی گزاره کلیدیه. خب اینجا داستان پیچیده‌تر و جالب‌تر میشه. اونطور که توی منبع اومده به تدریج از موسیقی رفته به سمت رسانه و کارگردانی خلاق. کارگردانی خلاق؟ آره، دنبال یه راهی بوده که بتونه صدا، تصویر، ایده، استراتژی همه اینا رو با هم قاطی کنه. یه نگاه کامل. پس دیگه فقط ساختن یه آهنگ نبوده هدفش. میخواسته یه چیز بزرگتر بسازه، یه تجربه کامل. دقیقاً. برای همین رفته سراغ همکاری با برندها و هنرمندا. با چه هدفی؟ آثاری بسازه که هم هدفمند باشن و هم سرمایه پذیر. یعنی پتانسیل رشد و دیده شدن داشته باشن. کارهایی که به قول منبع حرفی برای گفتن دارن. آها. این نگاه هدفمند رو تو پروژه‌های بعدی هم می‌بینیم دیگه؟ بله. مثلا اون پادکست معروف بیگ تاک با بیگ موری که میگن خیلی سری گرفت و شد پربازدیدترین پادکست فارسی اینستاگرام. درسته. یا مثلا دوره‌ای که به عنوان مدیر مارکتینگ و کارکردان خلاقیت تو برند پروکالوری فعالیت می‌کرد. اونجا هم گویا خیلی موفق بوده. آره، به خصوص اون همکاری‌ها با قهرمانای ورزشی و بدنسازی ایران. کمپین‌هایی ساختن که خیلی موندگار شدن. یعنی نشون داد چطور میشه از دل خلاقیت یه هویت قوی برای برند ساخت، نه فقط تبلیغ خشک و خالی. دقیقاً. داستان سرایی بود بیشتر. و انگار همه این تجربه ها از موسیقی و رسانه بگیر تا مارکتینگ و کارگردانی مثل قطعات پازل کنار هم چیده شدن. و تهش رسید به تأسیس ایرانی سوشال. آره، یه حرکت مستقل با امضای شخصی خودش. ایرانی سوشال رو هم اینجوری توصیف کردن: آژانسی که از دل هنر اومده بیرون اما با استراتژی رشد کرده. جالب این ترکیب، هنر و استراتژی. تمرکزش هم روی برندسازی و یه چیزی به اسم تولید محتوای بین فرمی. محتوای بین فرمی یعنی چی دقیقاً؟ یعنی محتوایی که محدود به یه قالب نیست. میتونه ویدیو باشه، صدا باشه، متن باشه و تو پلتفرم‌های مختلف کار کنه و تأثیر بذاره. و فلسفه کاریشون چیه؟ منبعی که تمرکز روی پروژه‌های خارج از چارچوب‌های رایج. این یعنی چی؟ ببین، به نظر میاد دنبال پروژه‌هایی که یکم ریسک دارن، جسارت بیشتری میخوان، نیاز به یه نگاه نو و متفاوت دارن. یعنی چالش رو دوست دارن؟ یه جورایی آره. هدف فقط این نیست که یه برند دیده بشه، بلکه اینکه یه تجربه‌ای خلق بشه که تو ذهن مخاطب حک بشه، موندگار باشه. یه چیزی فراتر از تبلیغات معمولی و سطحی. دقیقاً. این نگاه رو تو نقدش به اون ویدیوهای تبلیغاتی تکراری و بیرو هم میشه دید. خیلی روشون تاکید داره. آره، به جای اونا میگه باید روایت‌هایی ساخت که با مخاطب ارتباط برقرار کنن. یه ارتباط عمیق‌تر. ارتباط احساسی و انسانی. و فکر میکنم کل دیدگاهش تو این جمله خلاصه میشه. برندها فقط اسم تجاری نیستن، شخصیت‌های زندن. باید حس بدن، داستان داشته باشن. آره، و تهش بتونن جایی تو ذهن و دل مردم پیدا کنن.
این نگاه خب ریشش برمیگرده به همون شروع هنریش. همون ترکیب هنر و استراتژی که گفتیم. دقیقاً. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما بکنیم، یه مسیری رو دیدیم که از شور موسیقی تو نوجوانی شروع شد. از دنیای رسانه و خلاقیت رد شد و رسید به استراتژی‌های برندینگ و نهایتاً تأسیس یه آژانس خلاقیت به اسم ایرانی سوشال. نکته کلیدی برای شما شاید این باشه که چطور تجربه‌هایی که شاید اولش بی ربط به نظر بیان، مثل موسیقی و مارکتینگ، وقتی درست کنار هم قرار بگیرن، میتونن یه دیدگاه خیلی خاص و قوی بسازن. یه جورایی ترجمه زبان هنر به زبان بیزنس و برعکس، طوری که هر دو قوی تر بشن. و شاید سوالی که بد نباشه شما هم بهش فکر کنید اینه: تو این دنیایی که همه چی زود گذره و پر از تبلیغه، چطور میشه واقعا یه چیزی ساخت که ماندگار بشه؟ چطور میشه به یه برند اون شخصیت زنده رو داد؟ شخصیتی که فقط یه لوگو و شعار نباشه، بلکه بتونه با مخاطبش حرف بزنه، ارتباط بگیره. سوال خوبیه. ممنون که تو این بررسی کوتاه با ما همراه بودید.